سلام دوستان، خوش آمدید. من چالش سرفراز میشم. اینجا میدیم هر کی به بازی میده میدونه، هر کی به بازی جایزه دارم. مثل محمد، منم که میشناسید، مثل فیلم سلام. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. خب من بردم، برید شما دوتا مبارزه کنید. سنگ کاغذ قیچی. باید بری بالای کو. این برو 30 دقیقه وقت داری، برو پهلوون برو. اینقدر دیگه تا مقصد مونده برسیم. بودو اون زیاد نمونده. بودو 1/3 تایمت رفته. 21 ثانیه، 21 دقیقه، 21 دقیقه و 21 ثانیه. توان آخرم بود. اینجا داشتم از تشنگی تلف می شدم، ولی تسلیم نشدم و به راهم ادامه دادم. دود به دلیل خطرناک بودن راه دوربین را چرخاندیم پوزش. برو برم بله. بودو به فکر معجون بعد مزه فکر کن. دیره راد نصف راه کوتاه کردی، رسیدیم. حاجی آره یاره آجاره سنگین پشت شدن. حاجی هم میان بردن. برو تا میتونی. یک ثانیه مونده. برو بالا. نمونده. تایم اینجا صبح میشه با 5 دقیقه استراحت دوباره برگرده سمت پایین. تایم رو استاپ کنیم بریم یه دور بزنیم اینجا. Gracias.
5 دقیقه فرصت آب خوردن داری به سمت پایین بریم. دور بزنیم. آبخوری رو نشون بده. آبخوری سلام دوستان، می‌خوایم حضرت خرز رو ببینیم. اینجا محراب مسجد حضرت خضرالنبی در سال 1396 ساخته شده. اینجا اینجا به بعد میریم جای دیگه شو ببینیم. منصرف شدیم. سریع هم نیستیم. 3 دقیقه تایمت مونده. 3 دقیقه استراحت کن. 3 دقیقه برسیم. پس ساعتشو بشینیم بریم پایین. 13 دقیقه و 21 ثانیه وقت داریم. شروع. باش. امیدوارم ببرم. خیلی چالشش سختی. بیشتر وقت ندارم، الان میبازم. 10 ثانیه بیشتر نمونده. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وقتی دیگه معجون رو باید بخوری. باید معجون قاطی حاوی حلیم و شکلات صبونه و کاکائو قاطی بخوری. حسی داری این همه زحمت فلفل و معجون میتونی کیفتو در بیاری. آجارشو بنده بیزیم. الان میگم بذار برم پایین. برو پایین. یه باید معجون رو بخوری. 31 دقیقه و 42 ثانیه. حست چیه؟ اومدیم این ترکیب معجونی که با شکلات صبونه، پنیر خامه‌ای، فلفل و حلیم قاطی شده رو بدیم بخوره. بو کن اول ببین چه جوریه. خیلی بوی بدی میده بچه‌ها. نگاه کنید شکلشو ببینیم. اوه این چیه جلوی در گرفته؟ جلوی درش گرفته. بذار توشم ببینم. اوه لغاب زده. خب بخور ببینم. یه ذره بخوری کافیه. بخور. بخور. تو میتونی. نه بریزیم. بیا آبا بگیر بخور. چه حسی داری؟ سنگ خاکم دوش داشت. حواس رو نباید بگی.